به نام پسر. پسر یعنی نوناور خونه، غم و غصه دار خونه، تشویقت نمی کنن وقتی نیستی نمونه. یعنی به 18 رسیدی یا سربازی یا سرکار یا هم سربار. پسر بودن یعنی کلی تلاش واسه اثبات عشق که اونم اصلا فایده ای نداره. یعنی وقتی بی پولی حق نداری عاشق شی، اصلا واسه همینه که میگن پسر بی پول فقط ننشه که دوست داره. پسر یعنی وقتی زندگی تحویلت نمیگیرن، وقتی مردی میگن چرا تنهامون گذاشتی. میبینم بعضیا میخندن که روز پسر نداریم، بایدم نداشته باشیم، چون همشون از اون بچگی مرد شدن، از اون بچگی کار کردن، سر ناموسشون غیرت داشتن. مرد بودن به سیبیل و هیکل نیستا. اینجا مردایی با سن 13 سال من میشناسم که واسه خرجی خواهر مادرشون دارن کار میکنن. و در آخر پسر یعنی غرور مادر. اینم تقدیم میکنم به روی داش پیمانمون، یکی از پسرای مشتیمون.